تخلیه تلفنی یعنی جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از ابزار ثانوی که منظور تلفن است، از سر غفلت و با کمک فریبکاری. این رو به تعریف یک ساده از عملیات تخلیه تلفنی. منافقین تو بررسی هایی که ما انجام دادیم 3 مدل تخلیه تلفنی انجام میدن. روش سوم که از همه مهمتر هست و حلقه های نسبتاً بالاتر امنیتی یا حفاظتی رو هم در بر میگیره، روش رایت کردن هستش. که آقای قاضی این روش به هیچ عنوان انحصارش دست منافقین نیست و سرویس اطلاعاتی فرانسه زیرساخت‌های مرتبط با این روش تخلیه تلفنی رو در اختیار منافقین قرار داده. در شیوه رایت کردن تلفن به نام ایرانی منتشر میشه، یعنی طرف به شما زنگ میزنه میگه از یک نهاد دولتی، از یک وزارتخونه، از مجلس شورای اسلامی، از هر جایی حالا میتونه باشه، با شما تماس میگیره و میگه من از این نقطه دارم تماس میگیرن و اتفاقا شماره‌ای که افتاده همون شماره اون نهاد، اون مرکز، اون وزارتخونه است، یعنی اطمینان خاطر شما رو بالا میبره. یه نکته‌ای رو هم میخواستم حالا در رابطه با عناصر تخلیه چی که خود منافقین، افرادی که از اون ور تلفن رو برمی‌دارن و تماس میگیرن با داخل ایران، اصطلاح تخلیه چی رو برای اینها به کار میبرن. نفر اولی که شما در عکس دارید مشاهده میکنید یکی از عناصر قدیمی گروهک تروریستی منافقین با نام حسن وجدانی آغورآبادی هستش. ایشون از افرادی هستش که از دوره‌های اولیه‌ای که جذب سازمان شده در حوزه تخلیه تلفنی فعالیت داشته. خیلی هم بهش اعتماد دارن. تعداد خیلی، شاید صداش هم برای خیلی از کسانی که تخلیه تلفنی شدن یا با اونها ارتباط برقرار گرفتن صدای آشنایی هستش که این فرد از پاریس تماس میگیره و سعی میکنه اطلاعاتی رو جمع بکنه. معمولا هم به عنوان فردی که از یه حوزه‌ای، مثلا فرض بکنید از مجلس یا وزارتخونه داره تماس میگیره، ارتباط میگیره. کارش هم فقط از مدل رایت کردن فرانسوی ها استفاده میکنه. نام مستعارش صالح یا صابر است. یک پاسپورت فرانسوی هم سرویس اطلاعات فرانسه براش درست کرده به نام اصغر ورامینزاده. ببینید تصاویری که ازشون میبینید شاید خود گروهک تروریستی منافقین برای اولین بار هست که دارن این تصاویر رو بعدها خواهند دید، که سرویس اطلاعاتی فرانسه این پاسپورت رو برای حفاظتش در اختیارش قرار داده.